روزی جهانی تئاتر را به همه هنرپیشگان، به همه درام‌نویسان، به همه مخلصان تئاتر تاجیکستان تبریک میگویم که هر سال به 27 مارس راست میآید. به این مناسبت به استودیومان دو هنرپیشه تاجیک شاه جمشید عمری و دلیر امامعلی دعوت شدند. همچنین به استودیومان یکی از ژورنالیست‌های شناخته و فعال جامعه دلیر شریپوف دعوت شده است. من خودم یکی از علاقمندان خیلی فعال تئاتر بودم البته در گذشته، اما طی این چند سال اخیر مثل اینکه روح تئاتر رفته است. این که ما میگیم تئاتر تاجیک ناموفق است چند سال اخیر، فکر میکنم خیلی عنوان بدی است که ما پشت نام تئاتر تاجیک میمونیم، ولی این که چند از تئاترهای تاجیک ناموفقن اینم باید نادیده نگیریم. نمیشه که پشت همه تئاترها بگیم که ناموفقن، مگر میشه تئاتر مضافاتی کانی بادام رو که 3 سال اخیر 3 نمایش بهترین از وکخنگ و هابوندوان، گریخ کای، گناه قابل و حابیل و همین گونه سودی دیوانگان از 3 اثر شکسپیر یکجا کرده نمایش موندن، به چین، به هندوستان، به بریتانیای کبیر رفته در صحنه‌های بزرگ تئاتر تاجیک از یک تئاتر مضافات معرفی کردن میشه ناموفق بگیم و همین گونه مثالا ده‌های دیگر هست. پس لطفاً پشت تئاتر تاجیک ناموفقی رو نچسبونید. اینکه گفتند دلیر امامعلی که ما ناموفق بودن یا موفق بودنش باید اینجا بررسی کردن که مثلا یا تئاتر رفت فلان جایزه رو آورد یا که تئاتر رفت جو گرفت، این حالا نمیتواند ما بگیم که تئاترهای ما موفق هستند. مثلا اینکه یک ورزشگر یک مدال طلا میارد، ما نمیگیم تمام ورزش تاجیکستان موفق دورات موفق قرار دارد که یک نفر برای جو یکم دیمه بگیرد. این یک فضای عمومی است که حداقل همین حرکتایی که در مرکز مثلا همسایه کشورهای ما تاشکند و بیشکک و استانا و الماتی دیده می شود، همین خیلی حرکات باید باشند. بعد ما بها داده میتونیم که تئاتر ما موفق است یا که موفق نیست. این که مثلا دلیر امامعلی با نگاهی نباشه یک جایزه گرفت یا که مثلا تئاتر لاهوتی رفت یک جایزه گرفت، این حالا موفق یا ناموفق بودن مشخص نمیکند. من فکر میکنم عامل شخصی کارگردان این خیلی عامل مهم است در تئاتر و فضایی که برای او امکانیت میارن و مبلغ، یعنی اثری که ما زندگی میکنیم به مبلغ نمیشود. مثلا من میتوانم بگویم که هستن انسانایی که میتوانن به همین برزو غیر از دولت کمک کنند، یعنی بیان استادا کمک کنند که نمایشاشون بمونند، ولی چیزهایی که این انتخاب میکند، موضوعی که انتخاب میکند شاید از طرف وزارت فرهنگ رد میشود یا سانسور میشود و عامل‌های زیادی هستند که نمیتواند همون خواستش یا دیدی خودش در همون صحنه بگذارد. چون فرهنگ، من فکر میکنم تئاتر، ایجادات این چیزی آزاد باید باشد. پازیشن مثلا میگیم که پازیسیای ما این است که خواه و نخواه در دل خواه نمایشمون از روزی تشکیلیابی گروه متحال حاضر بجوز فحش و بجوز نمیدونم لخت روی صحنه این چیزا و بجوز دست دادن به سیاست، به هر چیزی که خواستیم دست زدیم، روی اون کار کردیم و تا امروز رسیدیم. یک موضوع جالب در دوستی ما اشاره کردن، گفتن ما بجوز از موضوعهای سیاسی و موضوع فحشا دیگر به همه موضوع دست دادیم. اصلا بگیریم اگر به همین دو موضوع دست نزده باشن، پس اینجا روشن‌تر میشود که مردم علاقمند پیدا نمیکنن به تئاتر. چرا؟ چون امروز زندگی مردم توأم با سیاستشون است. یعنی مردم اونقدر مشکل‌های سیاسی دارن که مثلا چرا یک فیلم ترکی در تاجیکستان موفق میشود یا که مثلا یک نمایش خارجی میاد موفق میشود یا که مثلا نمایش‌های برزو در بیرون موفق میشود، این است که باید با سیاستی که مردم دارن اون باید موفق. مثلا سال 93 که برزو گذاشت با فیلم اجازه ندادن روی صحنه ها، بعد از 3-4 بار من بستنش، یعنی سیاسی بود. یعنی اگر به همین دو موضوع که دوستی ما دست نزده باشن، یعنی یک من فکر میکنم حداقل 70% زندگی مردم کنار گذاشتن. شاید اگر 10 نفرم یا 20 نفرم در اینجا تماشابین داشتن، تماشابین اختیاری از دست دادن. من فکر میکنم اینم یک مشکلی خیلی کلان است برای تئاترهای تاجیک. ببینید دلیر من چی میگم، یعنی موضوع اینجا نیست که ما موضوع سیاسی گفته حکومت این یا اون نفر زیر انتقاد شدید بگیریم در روی صحنه. ما البته مثلا اگر شما متاسفانه که ژورنالیست ندید، اون نفری که ما رو میشنون ببینن و دیده باشن، اونا میدونن که ما از پشت ژورنالیست چقدر پروبلم‌های اقتصادی و اجتماعی را گفتیم که البته اینا هم به سیاست طبعا،
مثلا یک ژورنالیست برای یافتن یک بردنانی که برای یک مطلبش 50 سوم میگیرد و فروخته شده یک گروه میشود که اون گروه هر چیزی که سپاری شد همون مینویسد و یک روز در جانش میزنن میگن من بس میکنم نوشتن و اون میان چشموش کور میکنن و یگانه آرزوش که دخترچه دار شدن بود دخترچه‌اش به دنیا میاد و او را دیده نمیتواند. مگر پشت این ما پرابلم های سیاسی را نمیبینیم؟ میبینیم ولی تا اون حد نه که به قول رسول لبوی نگیم. ما البته پشت پرابلم های اقتصادی اجتماعی یا حرفای خودمون هم میگیم. نه مثلا در شما قبول دارید که مردم تمام زندگیشون سیاست شده است همیشه بروز. شما اگر سر بزنید به گروه های اجتماعی شبکه‌های اجتماعی اینترنت هم سیاست است. وقتی که تئاتر هم اگر در برابر همین نمیدونم زمانه سازیش بگیم یا که همین زمانه ناید و همون چیزی که مردم میخواهد مثلا چرا امروز مثل اون که روزنامه‌های دولتی موفق نمیشوند؟ مثلا من میگم مثلا درباره اگر جمهوریت صدای مردم بگیریم تئاتر مثل همین است. تئاتر مثلا این قدری که مردم از شبکه اولیه که دیگر تلویزیون رو انتقاد میکنن همین قدر دیگر از تئاتر برای چی؟ برای که مردم میخواد به درد خودش ببیند. مثلا من ببینید من گفتم که همین شاهزاده کوچولو نمایش آخرونه که در تئاتر اهرون موندن من دیدم اون یک نمایش است که سر و پا میتونیم بگیم سیاسی است ولی اون طرز پیشنهاد کردن که گویا که یک متفیلم بود نه گویا که یک متفیلم چند تا قاچی کردن گویا یک متفیلم بود که یک اثر جهانی که اون هم بسیلر است یعنی بسیار اصلی ارزشمند است. ما اون حتی 5 مرتبه خواندم واسه و رفتیم در اون صحنه دیدم من گفتم چیزی که من خوندم با این چیزی که نموندن هیچ مثلا وای نداشت. همون مهاجرانی که شما میگید مهاجرانی مثلا استاد برزو من تماشا کردم من متاسفانه در تئاتر نه من شکلی ویدیوش تماشا کردم. آخه اون اگر ما از کجا تئاترای ما شروع شد همین بچه‌ها وقتی که ما در یک محفل دیالوگ همین برای ما نمایش دادن ما همون 20 نفر تصمیم گرفتیم که دیگر هر جایی که همین برزو نمایش میگذارد ما میریم. چرا؟ چون اونجا ما خودمون رو دیدیم واقعیت زندگی رو دیدیم مشکلی رو دیدیم. من نمیگم که ما یگم مثلا لوب نلوب یا که زید یگم نفر ولی چیزهای اساسی باید باشند. این که مثلا در موضوع فردوسی در موضوع رودکی یا که در موضوع این خیلی زیاده است و تکرار ادبیات است. تئاتر باید چیزی نو باشد یک گپی نو بیاد بگید یک فکری نو باید همون موضوع چیزی نو باید بیاد بگید. من متاسفم از اونی که در روبروی من نفرای ششتن که مثلا یگون نمایش ما رو ندیدن لااقل میدیدن اون وقت صحبت ما سمت دیگر میگیریم ما اینقدر به مقابل هم نمیدونم من فکر خیلی ما مقابل نیستیم ما هم فکریم با شما چون همون دردهایی که شما میگید حتی ببینید که استاد ما نگاهی نو گفته باور کنید اون ما البته در سایه همون استادای بزرگ به وای رسیدیم ولی هیچ وقت نمیخوام حتی اون تلفظی کلاسیکی که در ادبیات ما هست با همون تلفظ حتی در تئاتر صحبت کنیم با همین جمله‌ای که من شما صحبت کردیم با همین شکل ما در صحنه صحبت می‌کنیم با همین لباسمون روی صحنه میبریم با همین تلفنمون ما برآمده در صحبت در صحنه گپ میزنیم. یعنی خیلی ما خیلی که دلیل برادر میگن خیلی ما امروز تماشابین امروز در صحنه نشون میدیم و خوشبختانه همین است که ما بیننده خاص خودمون داره. هر وقتی که نمایش‌های گروه تئاتر نگوی نو شده است یگان و خدا را شکر جای خالی نمونده است. هنوزم تئاتر ما با یک بحران خیلی قوی مواجه است روبرو است یا که دست پنجه نرم میکنند. بحرانی چی شده نداریم؟ همه لحاظ بحران صحنویش بحران تئاتریش بحران این که تماشابین نمیآید بحران این که مثلا مثل شما جوانان فعال جو یک تالاری دائمی ندارید مثل اون که مثلا از طرف خب شخصان علاهیده بگذار همین دولت ولی ببینید بغیر با فکر شما امروز کشاورز ما پروبلم ندارن امروز ورزشگرای ما که مسابقه‌های جهانی را فتح میکنن با فکرتون 90% ای حساب کمیته جوانان مبلغ گذاشتن نه ای حساب جیب پدر و مادرشون میرن مسابقه امروز بیزنسمن های ما با این پروبلم روبرو ببینید همه سوها پروبلم دارد و همه سوها پروبلم است ولی تئاتر من فکر همین روبرو است دیگه. بله شما درباره موفقیت‌هایتون گفتید در اینجا درباره کمبودی و مشکل و نارسایی‌های تئاتر و صحنه تئاتر دیگر ما صحبت کردیم ولی می‌خواستم که با نبا چیکار باید کرد که این پروبلم ها راه حلشون رو پیدا کنن؟ آیا راه حل هست یا که دیگر کاملا وضعیت دیگر شده و دیگر هر کس باید عربی خودش رو باید دنبال کنه؟ حالا اول این برابر از چیزی ما که فعال جامعه شهروندی است بگید که کدام پروبلم ها یک دو سه پروبلم را بگید که برای ما شد در نظر ما حالی درباره خود پروبلم صحبت کردیم ببینید ما درباره چیزی گپ نمیزنیم که عموما وجود نداشته باشد یعنی چیزی هست یک کار هست رفته استفاده است برای تکان جدی‌تر یک احیای بو قوی‌تر من فکر میکنم در همین شب روز اولین کاری که میتوان کرد برگردونن استاد برزوره براش تئاتر بتونه دخالت نکنه برگردونن بگن هر چیزی که میخوای روی صحنه بیار
سلطان هم میخواهید، سالهای 93 هم میخواهید، هر چیزی را که میخواهید روی صحنه بیارید. شما باور کنید در ظرف 2-3 ماه حداقل 100-200 نفر پشت تئاتر لوتیاک، هر تئاتری باشد میرود، نوبت میگیرد، بلیت یعنی چیپتا میخرد. دیوم اینکه با بچهای جوان همین مناسبت شود، یعنی هر چیز براشون بتوانند بعد بگن که در همین دوره فعالیت کنید، اگر هر چیزی که هست اینا به صحنه مونید، انتخابشون آزاد، یعنی تئاتر باید آزاد مونند. سوم اینکه من مقابل با اون هستم که در کشور تئاتری 100 میلیون دلار سازند. همین اتیان مثلا یک قسمش به همین تئاترهای بودگی را تعمیر کنند، ما ضرورت نداریم با تئاتری 100 میلیون دلار و در باقی مونده مثلا 50-60 میلیون یا 10 میلیون دلار او دراماتورگای بقوت جلب کنند، نویسند و پولای خوب دیند که بچه‌ها کار کنند و این میشه در ظرف 1-5 ساله ما میتوانیم که به بهترین دستاوردهای تئاتری برسیم که حتی از خارج شاید برای تماشا بریم. شما چی نظر خب ببینید واقعا هم وقتی که نمایش خوب هست خود او تماشاچی خودش میبرد. یعنی خب من در این مشکلی زیادتر در سطح نمایشی که پیشنهاد میشم برای تماشاچی در اون میبینم، اومدن ناومدنش. همون تماشاچی اجباری هم که وقتی که اومد نمایش خوب بود، خواه نخواه دفعه دوم و سوم به وقتی که بد است، خب دیگه اونم واقعا میگریزد. این هست. یعنی من سبب اساسی در این میبینم و دوم بازم خوب ببینید دیگر نمیدونم در سال 2019 قرار داریم. خب استادا زیاد من همه در نظر ندارم، خب ببخشن من، ولی در چند تئاتر خب نمیخوام به عزت نفس کسی رسم، تا حاضر مثلا من نمایش‌های میبینم که نمیدونم سالهای 93 4 5 مثلا با اون سبک و اسلوب یعنی کار میکردم، با اون معنی نه که سال 93 تئاتر نمایش خوب نبودم، با اون معنی که تا حال حاضر نمیدونم 20 سال به همون شکل و اسلوب مونده است و تا حال حاضر مثلا میبرم پیش من اگر همچی تماشاچی گویم دروغ باز میکنن، مثلا سخنرانی دروغ است، نمیدونم بازی دروغ است، دکور دروغ است. خب هر چیزایی که ساخته، خب حتی من که نمیدونم مردنیوار دوست میدارم تئاتر، از این خیلی نمایش‌ها بدم میاد. با چند مثال دقیق میخوام بله. برای اینکه وضع خوب شود و مثل سالهای 90 تاجیکستان دوباره مکه تئاترهای دنیا شود. همین گونه عنوان داشت خوشحال کنم. مکه تئاترهای سابق شوروی این گونه عنوان داشت. بعد از گرجستان این عنوان با ما گذشته بود 5 سال. اولا نداشتن یک جشنواره بین‌المللی تئاتری. باید هر چیز زودتر ما یک جشنواره بین‌المللی تئاتری داشته باشیم. ما جشنواره تئاتر کسبی پرستو داریم و نوروز داشتیم که 10 سال اخیر مرده است. باید نوروز را دوباره برقرار کرد. جشنواره بین‌المللی تئاتری که از 15-20 دولت دنیا نمایش‌ها بیان و این نمایش‌ها برای هنرمندای ما نمونه میشوند که انا سبک چی است. یا اینکه جشنواره بین‌المللی تئاتری نگاهی نب که برای جوانان زیر 35 ساله بود به واسطه زیر سرپرستی حکومت جمهوری گذارد که ما دیگه در بدر تشکیلات‌های بین‌المللی سرپرست نکوبیم. در راه دوم نجاتی که من در نظر دارم هر چی زودتر مکتب کارگردان تئاتری در نزد دانشکده صنعت گشوده شود. تا حاضر ما دانشکده صنعت داریم ولی کارگردان تئاتر آماده نمیشود در این دانشکده. هر چی زودتر در اینجا باید شعبه کارگردان تئاتر گشوده شود و استاد سلطان عثمانوف، استاد برزا عبدالرزاق، استاد ناظم میلیکو و چند متخصصای خارج هر سال بیان اینجا یک تایی کورس بگیرند و بعد 5 سال شما نتیجهش حتما میبینید. با هزارها مبلغ صدها میلیون حکومت برده در چلیابینسک و مسکو نخوانونیم یک نفر. با اون بودجه در اینجا 5 نفر میشه تربیت کرد در یک سال. راه نجات دیگری که من فکر میکنم هست. امسال 90 سالگی تئاتر تاجیک است. ولی متاسفانه یگان برنامه در سطح حکومت، یگان لایحه در سطح حکومت راه اندازی نشده است و 3 ماه 4 ماه میبره تا حد خاموشیت. هر چیز زودتر برنامه رشد تئاتر در اصل واقعی باید از طرف حکومت پیشنهاد شد و در این برنامه رشد تئاتر که 5 ساله میشه یا 10 ساله بودجه یعنی چی میگن صاف باشد برای همه دسترس باید که سالانه به تئاتر جوانان از طرف حکومت 100 میلیون سوم جدا میشه برای بهترین نمایش‌ها را ماندن. برای تئاتر اپرا بالت 200 نمیدونم چقدر سوم. یعنی این بودجه برای همه دسترس باشد که مردم داند که تئاتر جوانان چقدر مبلغ میاد. 5 ساله برنامه رشد تئاتر. من فکر میکنم که بعد حرف آخری که میخوام بزنم که نجات تئاتر رو هستم در نزد دانشکده صنعت لطفاً فاکولته دراماتورگی تاجیک فعال شود.
که کارگردانی کشاده شد به دراماتورگ ما هیچ جا پیش نمیریم. اینا از راه نجاتی که من در نظر دارم، از نگاه من است. تشکر زیاد. روز تئاتر رو بار دیگر به شما تبریک میکنم و با این سخن آخری که دلیر امام علی پایان دادن برای این صحبت ما را به پایان میرسونیم و امیدوار هستیم که در نهایت امر تئاتر تاجیک هم رشد خواهد کرد و اون پرابلمی که شما اشاره کرد و راه حلشون نشان دادید راه حلشون پیدا میگیرم. بازم تبریک.